مهین، روایت تنها قاتل زن سریالی ایران. یکی از پرونده‌های معروف جنایی مربوط به اولین قاتل زن سریالی تاریخ جرایم کیفری ایران می باشد. مهین قدیری، سن 32 ساله، زنی که چندین ماه شهر قزوین را ناآرام کرده بود. تا سال 1387 ایرانی‌ها با قاتل سریالی زن آشنا نشده بودند تا اینکه در بهمن ماه سال 1387 با پیدا شدن 8 جسد و زن میان سال در قزوین، داستان این قتل زنجیره‌ای شروع شد. مهین 4 ماه بعد به چنگال عدالت افتاد و دستگیر شد. او در این 4 ماه 5 زن و 1 مرد را به قتل رسانده بود. او در 14 سالگی ازدواج کرده بود و دارای 2 فرزند بود. در 32 سالگی دست به این قتل ها زده بود و انگیزه خود را نیاز مالی برای درمان فرزندان فقیرش اعلام کرده بود. او با پرسه زدن اطراف مکانهای زیارتی زنهای مسن را به بهانه رساندن به منزل سوار رنوی زردش میکرد و با استفاده از آب میوه مسموم و خفه کردن آنها را به قتل میرساند. در بررسی اعترافات وی او شخصیتی پیچیده و باهوش به نظر می‌رسید. در نهایت در آذر ماه 1389 به دار آویخته شد. قاتلان سریالی مصداق همان هوش سیاه هستند که در هرم مازلو با اختلاف طبقات پایین به رأس هرم میرسند. با توجه به داده‌ها اکثر قاتلان سریالی دارای اختلالات روانی از جمله اختلالات ADHD، ضد اجتماعی و سایکو میباشند. افراد دارای این اختلال روانی دارای هوش بسیار بوده و در صورت عدم کنترل آن به هوش سیاه تبدیل میگردند. ممکن است احساسات دیگران برایش ذره‌ای مهم نباشد. احساس گناه و پشیمانی ندارد. توهم و هذیان و قطع ارتباط با واقعیت، اختلال در تنظیم عملکرد اجرایی و هیجانی، بی‌توجهی، بی‌فعالی، بی‌احتیاطی و غیره از نشانه‌های این افراد هستند. مریم قدیری را بیشتر بشناسیم. وی در سال 1356 متولد شد و در 29 آذر 1389 اولین قاتل سریالی زن ایران است. در 29 آذر 1389 اعدامش کردند. وی پس از قتل 5 زن و 1 مرد در اردیبهشت ماه 1388 دستگیر شد و در 29 آذر ماه 1389 در زندان چوبیندر قزوین اعدام شد. سال دستگیریش 88 بوده، سال اعدامش سال 1389 بوده. زندگی نامه مهین قدیری اینجور بوده که با پرسه زدن میان زیارتگاه‌های قزوین زنان مسنی را که در دست وی سرگردان می‌شدند زیورالات طلا داشتند شناسایی و به بهانه رساندنشان به خانه آنها را سامان رنوی زردش می‌کرد و بعد آنها را با آب میوه مسموم می‌کرد. او گفته تنها انگیزه به قتل رساندن این افراد با وجودی که خودش کار می‌کرده مشکلات مالی بوده. مشکلات مالی هم را برای حل کردن مشکلات مالی هم بوده. به ادعای او یک شریک قلابی که اصلا وجود خارجی نداشته او را به همین مخمصه انداخت و برای گرفتن امتیاز وام از او چک‌های متعددی گرفته بود و با اینکه وام را نگرفت 25 میلیون چکش را اجرا گذاشت. مهین قدیری ادعا کرده بود که قتل‌ها را برای امرار معاش انجام نمیداده. با